روزهای اخیر اطلاع درباره توسعه کرونا ویروس به مثل گزارش‌ها درباره آب و هوا است که ساعت به ساعت تغییر می‌یابد. روز پنجشنبه کانادا خبر داد که همسر سروزیر این کشور سوفی تریودو گرفتار کرونا ویروس گردیده به کرانتین فرستاده شد. سروزیر کانادا جاستین ترودو هم 14 روز آینده در کرانتین خواهد بود. همین گونه چندین وزیر و منصبدار بلندپایه کشورهای گوناگون عالم گرفتار کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 شدند. در یک عده ممالک اروپا و آسیا و امریکا درس در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها قطع شده است و یا توسط اینترنت ادامه دارد. در بعضی کشورهای اروپایی شهر و ولایت‌های کامل در حالت کرانتین قرار دارند و هر گونه جمع آمدها و کنسرت‌ها و مسابقه‌های ورزشی به مهلت نامعین به تأخیر گذاشته شدند. در ایتالیا که بیش از هر کشور دیگری اروپایی با سرایت کرونا ویروس مواجه می باشد، تا ساعت 6 شام روز پنجشنبه باز نزدیک 2250 حادثه نوی سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد و شمار عمومی گرفتاران نزدیک 12850 نفر شده است. در این کشور بیش از 1000 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیدند. سروزیر ایتالیا جوزپه کانته روز چهارشنبه اعلام کرد که تمام فروشگاه‌ها، طربخانه‌ها، سرتراشخانه‌ها و عموماً تمام بخش خصوصی حدالامکان کارگرانشان را به خانه جواب دهند. سر از روز سه‌شنبه حکومت ایتالیا به 60 میلیون اهالی این کشور دستور داد که تنها در حالت ضروری خریدن غذا، عیادت طبیب و یا برای سیر برآوردن حیوان خانگی از منزل‌هایشان بیرون شوند. سر از 13 مارس ایالات متحده آمریکا برای 30 روز ورود شهروندان 26 کشور اروپایی معروف با نام منطقه شنگن را متوقف کرد. کرونا ویروس در تن مشاور پرزیدنت برزیلیا تشخیص شد. حکومت هندوستان با اشاره به پاندمی یا خود سرایت سراسری بیماری کووید 19 اعلان کرد که تقدیم روادید سیاحی سفر به این کشور به مهلت نامعین متوقف می شود. همچنان ویزا و یا روادیدهای دیگر به استثنای روادید دیپلماتی، سازمان ملل و دیگر مؤسسه‌های بین المللی و به اصطلاح ویزاهای کاری تا 15 اپریل از اعتبار ساقط می شوند.